سلام دوستای عزیز، آمدیم در بازار کوره ملی. بازار کوره ملی این طرف اول بازار کوره ملی است. آمدیم یک خانه اقتصادی رو برای شما معرفی کنیم که در بوستان یک قرار داره. میریم با هم جزئیات از نزدیک ببینیم. خب دوستای عزیز، خانه مذکور همونطور که میبینید این سرک اصلی کوره ملی است. همونطور که حساب کنیم نمره سوم از سرک اصلی میشه. خانه مورد نظر ما اینی خانه است که 10 متر حاشیه کوچه داره. حاشیه 6 متر 10 متر داره و 12.5 متر هم طول داره. بریم داخل جزئیات ببینیم. اینجا روی اولی ازیر میبینین که جای موتر داره، جای پارک چند دانه موتورسایکل هم داره. دیگه خانه هم پاکیزه جور شده. این طرف میمانخانه که بیایم با هم میمانخانه رو ببینیم. این میمانخانه رو میبینید که 2 تا کلکین داخل اولی داره، یک کلکین هم طرف کوچه داره. 2 قالین مکمل میخوره دیگه، این سفید تمیز ساده. بریم داخل دهلیز رو ببینیم. ابتدایی که داخل دهلیز ببینیم اینجا پلایی که طرف بام میره. این پلا رو میبینیم که سنگکاری شده، بسیار مقبول، همونطور پاکیزه جور شده. این طرف هم برای زیر پلا یک جایی هست که شما میتونید وسایل اضافه و ایتزا رو بگذارین. وارد دهلیز که بشین، اینجا دهلیز ببینید، یک دهلیز بسیار کلان، بسیار جادار، از 2 قالین هم بیشتر میخوره دهلیز. بازم یک سفید و ساده، بسیار همینطور برابر. این طرف هم آشپزخانه رو بیایم ببینین. آشپزخانه سنگ اوپن کار شده، اینجا هم سرامیک کار شده. یک دونه نورگیرم در بالا ماندن به خاطر از اینکه آشپزخانه نور زیادتر داشته باشه. اگرچه خانه کاملا نورانیه، اینجا کلکینی هم داره دهلیز که نور کامل برای خانه میرسانه. اینجا هم یک دونه اتاق خواب هست، بیاین اتاق خواب هم ببینیم. یک اتاق خواب، یک فرشک، بازم سفید منظم. این طرف هم یک دونه حمام داره. یک حمام دیگه هم رسید از این گوشه آشپزخانه که سعی کنید یک حمام دیگه هم اینجا داره. یعنی این خانه دارای 2 دونه حمام هست. یک حمام داخل اتاق خواب است، یک دونه حمام هم از داخل آشپزخانه. 125 متر مساحت کل از این خانه است. دیگه به قیمت فقط 12 لک افغانی. کسی که میخواد مالک از این خانه شود برای ما تماس بگیره.